مهندس میخواستم بدونم که چرا اول کشت حتما باید از اسید هیومیک و ریشه‌زا استفاده بشه؟ اسید هیومیک مزیت‌های خیلی زیادی داره، اما اینجا میخوام 4 تا از اون مزیت‌ها رو بهتون بگیم. اول اینکه اسید هیومیک باعث میشه که بافت عالی خاک ارتقا پیدا کنه. دوم اینکه عناصری که بلوکه شدن توی خاک رو به فرم قابل جذب در بیاره برای گیاه. و سوم اینکه مقاومت گیاهان رو نسبت به شوری بالا میبره و در نهایت باعث رشد رویشی گیاه میشه. مهندس ریشه‌زا چطور؟ ریشه‌زا هم باعث میشه که بافت اون ریشه رو 30 تا 50% افزایش بده و در نتیجه ما هرچی ریشه محکم تری داشته باشیم اون گیاه نسبت به تنش‌های محیطی مقاوم تره. خب حالا میخوام بهتون چند تا اسید هیومیک و ریشه‌زا فوق‌العاده مطرح بازار و پرطرفدار رو بهتون معرفی کنم. بیورادیکانت فروغدشت، کدامی رادیکولار حاصل نوین، گوتئول اگریکیم، هومی پاور پلاس فروغدشت، آبادیس، نوبل، بازرگان کالا، هوبس، نیچرمیک و اسید هیومیک هیومیستار تریدکو. جهت مشاوره بیشتر و سفارش با شماره تماس 0930 694 8083 در ارتباط باشید.